To be a journalist in Afghanistan right now, you are very vulnerable. You face threats from all sides, from government officials, powerful strongmen, commanders, militia leaders, from the Taliban and other insurgents. They have come to see that journalists represent a threat to them because they are exposing what they do. یعنی روا تهدید در خبرنگاری به اصطلاح بر خبرنگارای افغان از دست عام شده به یک چیز عام و عادی مبدل شده. What we've seen since 2001 is kind of an explosion in media. So many television stations now, newspapers, radio. It's a new phenomenon in Afghanistan. To have to deal with this kind of monitoring, this kind of, watchdog advocacy role that the media can play. وقتی یک گزارش میسازن و تلاش میکنن که به اصطلاح فعالیت‌های از او رو برملا بسازن، در اون موقع یا تهدید میشه. مشخصا مورد هلمند ناامنی ها بود و از طرف طالب ها بود. این مورد ما روی هر گزارش تحقیقی که کار میکنیم یا پای یک وزیر در میان است یا پای یک والی یا پای یک وکیل و همه اینا افراد مسلح دارن. اینا مثلا بعضی 40 تا محافظ دارن و برای 8 صبح که حتی یک محافظ مسلح نداره، هر گزارش یک ریسک است در واقع. در میان کارهای تحقیقی ما به اکثر اسناد برخوردم که یکی 2 تن از افرادی که در شورای ولایتی نامزد بود با استفاده از اسناد جعلی تحصیلی وارد کارزار انتخابات شده بود و وقتی من اسناد را نشر کردم بر رسانه ها و به افتانومی که کار میکنم، خودی مدیر مسئولش هستم، نشر شد. متاسفانه 2 شب بعدش وقتی من از محل کارم برمیگشتم به طرف خانه، 4 مرد مسلح موتورسیکل سوار رای مرا گرفتن و پس از پرسپال کوتاه در مورد موضوعی را که من نشر کرده بودم هجوم بردن و مرا آماج حمله قرار داد که با استفاده از قنداق اسلحه‌شان به سر و صورتم زد تا اینکه من بیهوش شدم و از حال افتادم. Nobody can touch these people. Nobody's going to haul them before a court and say, you threatened this journalist, you beat up this journalist. In fact, in the last 13 years, no one has been prosecuted for any of these many attacks on journalists. Nasrullah Iqbal is a journalist from Parwan province who had exposed corruption by the governor and then written a critique of a book by the governor. وقتی که ما وارد رستوران شدم که اونجا آقای بصیر سالنگی هم بودند و بعد از 1-2 حرفی که تبادله شد با محافظینشان که با لباس ملکی بودند، یک بار بالای ما حمله ور شدند. ارگان‌های عدلی و قضایی خو اصلا دنبال نکردن این موضوع را. برای نخستین بار وقتی پلیس آمد بالا تو کوب مرا به موتر بالا کردن. وقتی ما با تمام این پرونده‌ای که در دسترس داشتم با اسناد موثقی که مرا فلان نفر توسط فلان گروه لطکوب کرده و قصد جان مرا داره و میخواد از شهر مرا حذف فیزیکی بکنه، وقتی با اونا با پلیس و با قماندان امنیه شهر گفتم، قماندان معذرت خواست و فرمانده امنیه گفت که یک گروه قدرتمندتر از پلیس و قدرتمندتر از حکومت محلی است و ما در مقابل اینا کاری نمیتونیم و فقط کاری که میتونیم و این است که با تو توصیه میکنیم که شهر ترک. When government officials don't like the way the press has reported on their doings, they go to the Ministry of Information and Culture, who then can summon the journalist or the editor to appear before a committee. And the whole purpose of that exercise is to get the journalist to apologize. So the minister uses this committee as a tool to silence the press. ولی ما کوشش کردیم که از طریق کمیسیون بررسی تخلف‌های رسانه‌ای اینا را بررسی کنیم، بخوایم گپ بزنیم امرویشان و زیادتر کوشش کردیم که اصلاح شوند، نه که مجازات. و اگر مسائل بسیار حاد و جدی باشه خواهش میکنیم از رسانه که در صورتی که واقعا تخلف کرده باشه که در امون محضر هم معذرت بخواه بسیار شجاعانه. رسانه افغانستان دچار یک نوع خودسانسوری هست متاسفانه. یعنی از لحاظ قانونی ما هیچ مشکل نداریم ولی ما دچار یک نوع خودسانسوری هستیم. ما روی یک گزارش بسیار مهم کار میکنیم در مورد قاچاقچیان مواد مخدر و واقعا نمیدانیم که همین گزارش ما میتونیم نشر کنیم یا نه. And this is really a real threats for freedom of expression in Afghanistan. But we always doing our job very well and we are not care if threats come, we know. It's critically important that the new Afghan government act promptly
to take firm steps to ensure freedom of expression and protect the rights of journalists. The Afghan government needs to be held to account by its own people, and the Afghan media play the most important role in exposing wrongdoings and ensuring that the government can be held to account.